تعلیم خوب هر روز همین رفاقایی هست و بچه ها را خانده میکنیم پول اگه در وقت انداخت رفته همه یک صف قطار حساب میشن 40 نفر 30 نفر 10 مرمی میتن باز میگم کسی که مرمی 10 مرمی خلاص شد دست راست بلند کنه کسی که سلاش مرمی بند کرد پایچه بلند کنه این قماندان ما جلال آباد بود که یک ترکی قرن 11 بچه واز بود بازو چاق بود خو همیشه من میگفت استاد چه من میرفتم دم سر رازینه یک جای استاد میشدم که میگفتم همین لغت اول رو شد لغت دوم در زمین گیر نکنه سنگین بود گفتم بغلطم ایره چند جای سر رازینه که غلطم اون قسمت رو شار بود مرای دیگه رو بلند من که در بلندی میرفتم باز استاد نشد نمیام تو پایین میرم قماندان تو لب کده باز یه هم گرفته بود از روشخانه دیپوچی دیگه بود یک سلاح خراب قرن بوغ علیه السلام بود هیچ معلوم نبود زنگ زده خدا باز من سعی کردم گفتم حالا این میخواه رشخان شویم در روز زنده باز یک چند تا رفیق دیگه هم قماندان ها بود مردمگان روحان مغنداری که سلاح را سیستم کنم یک وقت که بیزنی سعی که مرمی دنو که سلاح بند کنه پوچک در دان خودم بخوره باز همون قماندان گرفت روغن کاریش کردیم در میدان انداخت که رفتیم یعنی رفتم کس درست نشانم نمیزنه که ما را هلمند رو میکنه ورده مردم بخوای نخوای هلمند ورده کسی واسطه نداره دیگه گفت خواه مردم دیگه وظیفه هستن اونجا رفتیم مادم موبایل است می‌طرفم نفری طرفم خلاصا نفر قطار شد حالی که سعی میکنم تنها سالایی که دمرمی رو فایل کردم این طریق مولا نصرالدین ما بودم این طرف هم سعی میکنم کل این چپ بالاست این طرف هم سعی میکنم هیچ کس دستی راست بالا نیست غیر خودم بچه ها کل اینجا می قماندان صاحب سلام بند کرده قماندان صاحب سلام بند کرده باز خلاص شد از اینجا بچه ها گفت چی رقم سلاسه ما گفتم اگه روز دستر نظام بخی سلام رو تعریف کنید گفت قلندر بغوانی سلام رو تعریف مکنه دیگه آمد باستابش بود که مثلا نظام احسا کرد سه کم یک نفر بود همه سلام را کی تعریف میکنن کلی قلندر خود تعریف میکنه قماندان طوله میگه نه غیر ازی باید چند داره بوام تعریف کنه غیر ازی گفت کلگیتان پشیمان میشید تعریف ازی بوام بشینم یه سنگین در جای خود من گفت تو نبیم مثلا کسی دیگه هم به زور خدا تعریف نمیتونه سواری خلاصا مجبور شد گفت بیاد تعریف کن اونجا رفتیم سالا رو که تعریف کنم گفتم بنام خدا دیگه سلاح M16 را تعریف میکنم گفتم سلاح M16 دارای 2% پلاستیک 3% چوب میباشد به زور خدای جایین ماین ندارد این سلاح ناموفق در سال 1957 توسط کمپانی کولت امریکا ساخته شده این سلاح ناموفق است که در سال 1963 در جنگ جهانی دوم ویتنام قیمی سلاح مادر امریکا را کوچ شده پوشش بسته کرده ما منتظر برادران طالب هستیم که لینگیچه با بالا باشه از پشت سر هی یک دستان خواندان برو پیش میتازم بسیار خواه لینگیچه بالا باشی بگم وای ما نگفته بودم که میره نگو تعریف دیدیم ما رو رسما کرد والا چیزی که ما دیدیم بسیار خوش تعریف کرد سر از چقدر جزایی شدم